نمور بینم. چیکار میکنی؟ شد خدا لعنت کند. زود پیش درو ایستاد. ای سمی، سمکچه آرایشات های من رو دزدیدن. سمکه آرایشاتش رو دزدیدی؟ آخر تو نگفته بودی که همه چیز رو بدزد؟ پاپوشی من رو هم دزدیدن. حرامی پاپوشی رو در میزنی. دمت رو گیر. چی گپ هستا؟ به خانه دوست در آمده زهرا. چی؟ گردم بندم. دوست های اینفلوس. نزن زهرا نزن، همینش نمیرسه. چیکار میکنی؟ سمی اینها رو پران، زود باش. البته زهرا جان میپرونم. ایستاد نجوم بید، یگان به عقلی نکنید. سمی یا پران آنها رو یا این که به من بده سلاح رو. میپرونم زهرا جان، اما اول کنی نقاب هایشون رو کشند. همین خیلی اول بینیم کو کی هستند اینا. افلاس. زود پران. بکشید نقاب هایتون رو بکشید. حاضر شما رو میپرونم. نقاب هایتون رو وای کنید، بکشید. نقاب ها رو کشید گفتم. کشید. شوخی نمیکنم. من آدمی هستم که عادت شوخی کردن ندارم. نقاب ها رو کشید. چیکار میکنند اینها؟ چیکار میکنید شما؟ ما رو مسخره دارید شما؟ شما چی با ارتیست هم هستید؟ ای سمی، اینها نقاب هایش رو نمیکشند. این خیل باشد من اینها رو میپرونم. ایست سمی، ایست. دستت رو افلاس نکن. با پلیس زنگ میزنم. درست گفتی. مادر من چرا تا حال نآمده سمک پلیس؟ مادرت میاد دخترم، میآید. تو پروا نکن، میآید. مجبور شدم، دیگر سومن رو نگاه کرده نمیتوانستم. ای خانم فرزند تو است، او باید در بری تو باشد. فهمو؟ سومن دختری من نیست. چی؟ من مادر سومن نیستم، دختری دوگانه من است.
من یگان کاری بد کردم اما که پلیس مادرم مرا پرتاف رفت. من دخترکی بد هستم. این خیلی نیست سومان جان شیرینکم. تو مادرت رو مگر میرنجانی؟ مادرت کاری داشت تا یک مدتی معین تو را با من امانت گذاشت. مادرت کارش را تمام کند البته میآید. کودکی بیچاره اگر داند که مادرش مرده است چه خیلی غمگین میشود. من چیکار میکنم؟ خدایا التجا میکنم یاریم کن. مادرش مرد ولی پدرش چی؟ دوگانه مادر سومان چی گفته بود؟ اگر روی پدر سومان را بینم میشناسم در حال باید آن زن را یابم. پدر سومان چه خیلی آدم باشد. یا خدایا خانم تونی چرا با من زنگ میزند؟ خانم تونی شما هستی؟ بله جناب پلیس. ای جناب پلیس به خانه دوست در آمده است. در حال یک گروه را فرستاد اینها را گرفته دفن کنند. تمام دست و پاچاشون را بندید در دهنشون پخته بمونین کم تا پس لیون میرسه. شد جناب پلیس. رحمت. شدی چه به قفا میگردی؟ پلیس میآید کنی بینیم چیکار میکنید. بخشش جنابان با کجا میروید؟ ها؟ رویکتون رو ندیدیم که باز پشتتون رو میگردونید با ما. این طرف گردید. با اینها نگاه کنید از ترسی زیاد مثلی با چرخ میزند. بس هستی؟ که گردن بندی مرا دزدید در حال بگوید اونال تو بگو من دزدیدم قربانت شوم التماس نجاتم بده در نزد زهرا مرا شرمنده نکن. آشنا دوست تو هستی؟ مرد بر این بگو گردن بند رو من دزدیدم شرمنده نمیشوی نترس. خدا به سرت بلان نیار. آمین به سر تو نیست. و اینتون گپ نزنید به من مردانوار جواب دهید. در این هم مردی مانده است مگر زهرا؟ از من هم میترسند. سمی از روی جنسیت جدا نمی کنیم. نه وای برای اون وای کردم که ترسیدند. حجم ترسیدن میگویید تا حال نقاب هایشان رو نکشیدن چه خیلی میترسن؟ مرا گوش کنید. نقاب ها رو میکشید وگرنه شما رو پرونده باز پاره میکنم. یکون نقشه داری؟ چیکار میکنی؟ نقشه دارم. یا خدایا چه خیلی نقشه. دستگیر شدیم بخیر حقت رو حلال کن. حرامت بود نمیبخشم. من هم نمیبخشیدم تو را. حق من هم حرامت بود. گفت سخته حرامی. اینها بین خود غرغر کرده چی گفته بود دارم؟ به فکرم نقشه گریختن میکشن. با شما آخران بار میگویم نقاب هایتون را کشید. کشید گفتم. ای بس بوده که سه هم گردن بندم رو دزدیدن همه رو مسخره کرده. من خودم نپرونم. من چیزی نشدم. با کجا میرویم مامک پلیس؟ بابای میرویم برای دستگیر کردن آدم های بد میرویم سومان جان. چرا آدم ها کاری بد میکنن نمک پلیس؟ این را کاش من هم میدونستم سومان جان شیرین جان. آنها با کجا رفتند؟ وای در این باغچه محکم است از آنجا گریخته نمیتوانند. یعنی حالا هم اینجا هستند. آرام باشید. بی صدا. چیکار؟ خب کنه این طرف. هی آنجا از تو طرف بیایید. این طرف از دو طرف گفتم آنجایند. ینگه آواز نکن. ترسیدم اخیر. ای سمی یک کارو کردن نمیتوانی آن رو به بالا بردار. ای بخونر اینو بکار. گریختند. دوم خدا کردند. گریختند. تو چرا خرسان شدی؟ یعنی گریختند. ای یا خدایا باز همینا.
از تو شواخیر تو نکنه دوست در آمد دوست. مادر میروید. بیای دخیر در پشتی من جا شوید. دویدیم زودتر شد آخیر چی دوید همه گذارم که گورزم فهمیده. ای مرا تنها گذاشته نمیروی ها؟ چرا همکارم رو تنها گذاشته میرفتم موند؟ یا خدایا مثل کودک ها گپ چی نزن. خیل همکار بس کن همکاریت را. شد خاموش باش، آنها آمده ایستادند. رفتیم نفس یخ. در درونم با خدا که در درونم. این پلیس چرا حال هم ناآمده است؟ آرام باشید فهمیدید؟ آرام باشید. تمام من حل میکنم، دستگیرشو میکنم. آرام باشید. تو دختره که بعد نشه و شیری نکمایلش اما که پلیس تو رو دستگیر میکند. مرده گز بجق لیوین در بر تا چی میترسی؟ یک سویستت کنی بینم. آرام باشه زهرا، چرا این نگاه میکنی؟ من آرام هستم. زهرا تو عصبی هستی، مرا خلل میرسونی. عصبی نشو. یک سورا رو تو هم آن سورا میری جان. این به خاطر محافظت من است. با من باور کن. حاضر پرونم همه که نه. کنی پرون. پرونده ایستادن. در کشاده شد. کنی ببین. کشاده شد. ممکن می؟ ما حاضر بدراییم. زود باش بپر. منتظری چی هستی؟ زود باش پر. من چی خیل از اینجا میپرم؟ نمیدونی چی خیل میپرن اونا؟ پایهایت رو دراز کن پر. میبینی که در زمین هستی. زود باش. در اینجا ایستم هم میمیرم، با پایان پرم هم میمیرم. یا خدایا. سومان تو در ماشین بیشین و بیرون نبرا. فهمیدی شیرینم؟ مایلش اما که پلیس. کسی را پروندن. در رو پورا کردی ولی نتوانستی. این رو با ما چی کار میکنی؟ بیهنر. تمام. واهمه نکن. کار تمام. قریب مانده بود که میمردم. خاموش باش. یا خدایا داد نزن. خوب شد که پاپوشا رو در درون مونده. خوب شد. چی فکر کرده ایستاده؟ رفتیم پیش در زودتر. زمین خون براست. گردم بندم رو لیوین زود باش زود. بچه بس من میترسن. یک سویستت شدی چه بیرون نبین؟ یک طرف. ای برموش یک طرف بیست. نرسین مرا. سمی لیوین تا محافظت کن. بسم الله. انا همین کار رو فراموش کرده بودم. رفتیم. با دقت باشید. کنی دارم. آرام باشید. گریختن. گوشایم رو بردن. سومکای آرایشات هایم را دزدیدن. سومکای آرایشات زنانه رو چیکار میکرده باشد؟ این با کجا رفت باز؟ کمیسر امک‌های نقابدار شما چیکار میکنید؟ یا خدایا این دخترچه که لیوین نگاهبین میکرد نیست؟ بله او است. چی گپ است که در همه عملیات ها روبرویمون میبره؟ لیوین همینجا باشه چی؟ من نمیدونم. چیکار میکند امک‌های نقابدار؟ بازی کرده ایستاده ایم. بازی باز رنگ همان روز بازی کرده ایستاده اید؟ بله اما حاضر وقت نداریم. از اینجا رفتنمون لازم. لیوین اومد. خیر ما رفتیم دخترم تا بازدی. لعنتی ها گریختن. سومان دخترم چرا تریده تو کشاده از خونم نمیخوری؟ برای گپ زدن با امک‌های نقابدار تریزه رو کشادم. تو امک‌های نقابدار رو دیدی مگر؟ امک‌های نقابدار با گردن بند بازی میکردن. بازی با گردن بند؟
خدایا این موازی رو ببینه. تو خودت کی هستی که با من نگاه نمیکنی؟ اما خواهی دید از عشق من دیوانه خواهی شد جانم. موسیقی رو بلند کنیم. جناب هجری سلام علیکم. امشب بسیار امر معروفی خوب کردید. خدا از شما راضی باشه. وای اگر خواهش کنم برای من الهیده امر معروف میکنی؟ من در الهیدگی امر معروف نمیکنم. مرا ببخشید. شام بخیر. یک لحظه هجری یک لحظه ایستید. چی میگویی؟ وای صلوات گوش کردن رو دوست میدارید؟ من بسیار دوست میدارم. کمتر پستر کرده گوش کنید. مردم خوب از حاضر همه رو بیدار میکنید. وای من مایلش خدا از شما راضی باشد. خیر. بیزیب رو بینه باز مرا ترک کرد. جناب هجریه با خونه رفته استاده اید؟ من شما رو میبرم. نه خودم میروم. اما التماس میکنم. ای بای دیوانه میشوم. اینقدر یک رو بوده است. کافیست. اوف. زیو جانم بسیار زیقم. با تو یک چیز رو میگویم ولی جنگم نکن مدش. چی شد جانم؟ چرا جنگ میکردم تو را؟ یگان مشکلی هست؟ قول ده که جنگم نمیکنی. تمام قول میدیم جنگ نمیکنم. گردن بندم رو دوستیدن. چی؟ دوستیدن؟ اوف گردن بندی که برای تو گرفتم چرا میگذاری که او را بدزدن؟ اوه عشقم نمیدونم. به خونه دو آدمی نقاب در اومد. وقتی که من خواب بودم از گردنم دوزیدن. آدم هایی بد اخلاق. خودت بد اخلاق. خاموش. شاید تو میشناسی. کی را؟ کی را؟ دوست ها رو. نه زهرا من از کجا میشناسم اونها رو؟ جانم شاید از همکارهای پیشترت هستن اونها. زهرا تو دلم رو خنک نکن. تمام جانم تمام عذر میخواهم. اما بسیار زیغ شدم زیو. دوست میداشتم گردن بندم رو. شد زهرا من برای تو عیناً همین خیلش رو میخرم. زیغ نشو مایلش. تو میگیری؟ البته میگیرم جانم. خیر تو زیغ نشو. شام بخیر. میبوسمت. اوف خزنده تو یگان جای خواب نداری. تو چه خیل آدمی ریاکار هستی آخره. گردنبند دختر رو دوزیدی باز با او ویر گم میزنی. تو خاموش باش. در اصل گیریم تو جای خواب نداری. اونم سالها دوستی کردم. از پسم تفتیشات بردی. حاضر باشد با من یک جای دزدی کرده ایستاده. حساب اون رو حالا از تو میپرسم. میپرسی؟ اول به پایت پاپوشی پوش. هوا خنک است. پایت را خنک نزند باز. من در این وقت شب از کجا میابم؟ تو راحت هستی. البته در خانه یک قطار پاپوش است. آها محترم جناب همانها را نیز دیدی؟ میشود حل میکنیم جناب اونال. حالا در ما آدمگری نمورده است. اندازه پایت را بگو. 43. تمام میدیم. کار را ببین. همین که رفتن گیرد تو را در قید خانه هم میگذرانم. که از همین کار تمام شود کو تو را حتما میکشم. انیق میکشم تو را. میکشی؟ ما بگیری را. آف بده. یا خدای این را ببین به سرمان چی ها میآید. تو چقدر شیرینت بوده عزیزم. نام که تو چی است؟ نام من سومن. سومن. بسیار شیرین بوده تو سومن. خانم لبن آنها رو دستگیر میکنید. پروا نکنید. گردن من به فکر برای شما چیزی قیمت بها بوده؟ البته کی بود. هدیه زیاد بود. من برای شما گردنبند رو در کوتاه‌ترین مدت میرسونم. پروا نکنید. بیا دخترم میرویم. خیز دخترم. لوند جیانت است. نه اما که پلیس هستم. یعنی پدرش برنامه بود به بر رفت. مادرش کار داشت او هم رفت. اما میآید. البته یعنی او رو من نگاه میکنم. رفتیم سومان جان. سومن خی دخترکشو میجنبوند.
بگیر. اوف من از راستی تمام شدم اونال بای. من محو شدم از راستی. دختر به من گفته بود که اگر به این کارا دست زنی مرا فراموش کن، مرا از دست میدهی. میگوید من باشم میروم از گردن دختر گردنبند رو میدوزم. میبینی من محو شدم. یابلا با دروغ خانه‌دار شده زندگی کرده میشود. یگان بار در روی کارت رو میدارد. چیکار کنم اونال؟ چیکار کنم؟ قلب زهرا رو از دست دهم. چیکار کنم؟ یه رقم چند میپوشی تو؟ اینها تنگ هستن. یا خدایا 43 میپوشم. چقدر تنگ بوده است؟ من هم 43 میپوشم. خیسپا هستم گویا خیر. یا خدای مهربانی من. گردنبند هدیه کالتاکلاس بود از برای همین اونقدر داد و فریاد زد. سمی آنها رو درحال خانه‌دار کردن لازم. تا وقتی که امک اکرم از خارجه ناومده است کار رو باید تمام کنیم. وقتی که زهرا با کالتاکلاس نکاح رسمی بندد میراث به ملیس میماند. اما اگر بابای زهرا نباشد به او خانه‌دار نمیشود. این را به من گذار. فکر میکند که بابایش اجازت داده است. چه خیلی میشود این کار؟ بردوشی من گذار و راحت باش. بردوشی من شام بخیر خانم بانو. شام بخیر جناب کانون. عجب تصادفی. بفرمایید تا جایی میخواسته‌تان برده رسانیم. نه شما زحمت نکشید. خانه من بسیار نزدیک است. این خیلی میشود جانم. بفرمایید لطفا. خوب مدامی که خواهش کرده ایستاده اید. مرحبا دیگر بدرو. فو خدا جزایت رو دیت کانونی دیونه. مجبورن بونو رو با ماشین سوار کرده. این پد بونام دیونه بوده در حق ماشین مرده. ادخته طاقت که همون لیکسا میخرم های. هر چی باید بر سر شوکت بگذرد. شما همینجا منتظر باشید. جناب گردنبند را آوردند. در کجا بودن این مکان خزینه را نشان می‌دهد. پارچه از آن خریطه در این گردنبند است. خزینه گفته چی است بچه؟ برای تو خزینه چیزی است که در این حیات چیزی زیاد را به دست داری، ولی برای من خزینه بزرگ جسدی مرده کالتاکلاس را دیدن است. جناب کالتاکلاس زنده بودن شما را نمیداند. با فکرم او را حاضر نکشید. تا پیدا کردن مکان خزینه او را استفاده برده بعداً میکشید. جناب یا میخواهید که حاضر کالتاکلاس را بکشم؟ گوش کن بچه، کالتاکلاس در حیاتم یگانه خیشتبارم، جیانم، آدمی نزدیکترینم توسکا و یک چشمم را از من گرفت. او را در حال کشتن به فایده اوست. برای کشتنش نقشه عجیبی دارم. حاضر میتوانید روید، بعد به شما زنگ میزنیم. یا خدایا اینها چرا وظیفه ندادن؟ چی گم باشد؟ چیزی باشد به من چیه؟ چیزی که در سر من است به اون مشغول هستم. آه خدایا، در سرت چه فکر است اونال؟ تو هستی، تو را کشتن است. من عجب چیزی پرسیدم از فکرهای سری تو. خیر من میروم. با کجا؟ نزد طلا فروش. با طلا فروش چی کار داری؟ آدم نزد طلا فروش چرا میرود اونال؟ برای نان خریدن نمیروم. یا خدایا چی کاری داشته باشم؟ با تو چی ها؟ اوف باز مرا میکشته است.
این باز چی فکری دارد؟ برای دلم را نشکسته دعوتم را قبول کردن تشکر میکنم. این را توصیه میدیم. نه من از اون نمیگیرم، تشکر زیاد. آه کانونی دیوانه، چه خیلی میشود که تو با دوست داشته من نشسته فانتزی ما رو برباد میدی. بچه در این دنیا دیگه دختر نیست، حیوان. 12 روده تا اگر به دهنت نبران مشاکت دی. جناب کنان، مدامی که ما یکدیگر رو از نزدیک شناخته، میخوام کمی درباره خودتان گپ زنید. من درباره شما چیزی نمیدونم. البته، لیکن چیزی زیاده نیست که گویم. من آدمی تنها هستم. خانه دار نشدید مگر؟ نه. معلوم نیست که به سرمان در آینده چی می آید. شاید که خداوند نصیبه خوبی برایم عنایت فرماید. پدنالتی بونوی کجا پیدا شده ایجا بو تا سحر ما دا ایجا راست بیستمو او بشینن راحت کنن مردم خونه که دا. از همه خوبش با دامولای دیوانه روبرو نشدیم، چون که با او روبرو میشدیم تا صبح شتا میخوردیم. دم تبگی شرف میگن گرگایات کنی گوشاش میتوه. چیکار کنم؟ هیچی نه، دم تبگی همه طبقای فایز نهم بی صبح آمازه دی نخورده. آها چی گپ شد؟ کاش دهانم را نمیکشودم. یا بسم الله الرحمن الرحیم. پشتمان رو گردونیم گویا رو نگیده. شرف گرد بگیری اوست دجال بشینیم. گویا هیچ را ندیده. میگم خیر سدی دم تبگی دجال بشی چی نمیکنه. کاری نادرست نکرده ایم. من میدونم که سگ رو بینی باید در جایت شینی. حیوان سگ دیدی بگریز، خیر سدیدی بشی. فهمد که ترسیدیم به بالایمون میره. میگم فوتبال بازای تاجیک جام جهان در برآمده درسته؟ انا بگی دیگه. شام بخیر جوانان. شما نمیگوید که در اینجا آشخانه کی خوراکی علفی میپزد در کجاست؟ چی میگوید؟ اوقات علفی میگنه که شرف دهن تنک شو همین خیلی خواب میسیم خودش استوز رفتن میگره. خواب کن خوش بشه ها، گوشم با شما. آشخانه هست که خوراک خوبی علفی تیار کند. بخشیش استاد، شما علفی گفتد چی رو در نظر داره؟ آشخانه را. سوال این خیلی بی‌معنی هم میشود. به این هم در نزد آشخانه هستیم. در اینجا طعام علفی هست نیست نمیدونم. به این هم من از علف بیزارم. این باز از کجا برام؟ شرف حیوان دم طبیعی گفتم دم تنه گرفتی حیوان. من دوست میدارم از این بعد خوراک علفی در این آشخانه پخته میشود. کنی خیزت توبه لبای کنی گفتم یا شما را مثل علف نزم میکنم. نمک این باز همون حرکت های دیوانوارش رو سر کرد. چکار میکنه؟ خدا بزند شرف 2 ساعت گفتم خواب نکدی. اگه تماشا که چی کارت بکنوز. خاموش باشد. آدمی کی بودن تا با من فرق ندارد. استاد بخشش زیاد میپرسد. ما آدم های شف کلان نیستیم. ما آدم های اکه کلان هستیم. دانسته باشه. با بروسلی دروغ نمیگن. من بروسلی حقیقیم. شما را تعقیب کردم. شما در طرف نادرست هستید. حاضر شما را دست نابود نکنم. چیکار کنیم؟ اکه کلان رو خبر دیم چی؟ شرف در همین حالت برای اکه کلان فیرود که کو ایده بعد مون میکنه گر سخته؟ نباشد چیکار میکنه؟ ایرا نگو چینی قنقز های پا بزبالا نیسته. با خودو همین خود تو قمه زنی قد دوست طالبه بوری اگر تامیره نزنی تو مردک نیستی. یا برختا نگو کو ایرا بی شرف با خودو خود تامیره طاقت تیکش میکنی. ما هم در قفای درخت میستیم اگر یکم خدمت دکار شید مرا هوی بگو مایله ما رفتم مردم کجا؟
خنک خوردم. چی میگه؟ لازم نیست. تو را گرم میکنم. تو استغفرالله. بله من تو را گرم میکنم. چی تا بدست بگی؟ بخدای پد بسیار پستی بد موزد است. عصبای نمک نو ویرون شید. شنف خطا بدست بگی میبردارمش. من علی برو بخونم علی بایی صورت جدا بسیار نمک مارو کی آمد الان تو کوب کرد؟ تایسون دیمگیش کمیسر کلومبو پدر شیرین همسایه بود. رحمتی پدر شیرین هم آمده. یا 20 نفر بدنم در آخر بروزلی اومد. بگم همین امروی بروزلی نبوشم. با خدا شاید باشد از دستی و چی خیلی نجات میوبی. من یه نقشه زور دارم. شرف اگر همی کرده از پیش من بر اومد کول کفا من نگاه نکردم میگرزه. یا خدا. هنرمند ازبکستان озода نورسیدова фақат як рӯз 27 октябр соати 14 дар толори филармонияи давлатии тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев озода нурсаидова дидори ошно. متین این زن را سراغه و معلومات شخصیش را کی میتوانم دسترس کنم؟ تو سحر حل میکنم سردارم. خوب بسیار خوب. اگر این زن را پیدا کنم پدر سومه را نیز پیدا میکنم. همین کار را سخت بگیر برگر پیمسید میبرم. پدر دارم میابم. تو غمگین مباش دخترم. خوش بچه ها حاضر بهای امتحانتان را میخوانم. من 0 گرفتم میدونم. من هم کاغذ خالی دادم استاد احمد نگذاشت که رو بردار کنیم. هیچ. جنید 80 خدای توبه آرتیق 90 چی؟ زهرا 100 زهرا کی است؟ استاد در صنف ما زهرا گفتن دختر نیست. من زهرا گفتم؟ نه زینب گفتنی بودم البته. زینب 100. چخیل شد که تو از من 10 بار زیاد گرفتی؟ خوب است که تکلیف خانه داری میکنم. در همه جا زهرا رو دیده ایستادم. این چخیل کار است؟ بیا سردار معلومات های میخواستتان را پیدا کردم. بهار اصلی گل زور گپ نیست شاگیر میتوانی روی. پدرت را میابم سومن. اجازت نمیدیم که بی پدر کلان شوی. بیا سردارم مدیر شما را جک میزند. تمام که میرزا وطن تو را من میایم. سومن تو اینجا با لختک‌های بازی کردنگیر من یک کار دارم اون رو حل کرده در حال میایم. میلش میلش مکی پلیس درو لوین تا دعوت کردن میگن کو گابزه ما میگن گردنبندی که از موزه دزدیده شد دریافت کردید؟ حالا نیافتیم سردارم. موافق خبرهایی که از بالا به ما آمد مافیا از پشت خزینه بیزنس است.
گردنبندی که دزدیدن برای دسترسی پیدا کردن به این خزینه می باشد. عجب آنها کی باشن سردارم؟ حالا معاین نکردیم اما ممکن است که سقراط باشد. سقراط؟ سردارم سقراط خدا جوش جنت بگردونه کایها مرد. موافق خبری که داریم زنده است و به فکرم به این خزینه او دست دراز دارد. سقراط برای به مقصدش رسیدن همه کارا میکند. باید صد راهی او را گیریم. یک قاتل بی وجدان است. درست. خوب سردارم عجبا در این کار سردار اونال چه علاقمندی داشته باشد؟ انشالله که نیست. ما در حال باید دوستایی که گردنبند را دزدیدن دستگیر کنیم. ای تو از سردار وفا دارم. خسته نباشی. سلامت باشی. رحمت. دوزدانی گردنبند بیزنس رو بعد میابم. من باید اول پدر سومان یابم. مادرش رو آورده نمیتوانم اما پدرش رو یافته میتوانم. بله بچه ها، یعنی اگر به نتیجه امتحان ها نگاه کنیم بهایتان را کمی بلندتر دادم. البته که دیگر امتحان این خیلی نمیشه. فهمیده؟ البته استاد این خیلی نمیشود. من همه‌اش رو کار کردم. مثلا من باید 100 بال میموندید، 80 بال موندید، 20 بال من کجا شد نمیدونم. البته پسرم اگر خواهی ورقت را کشاده میبینیم که 20 بال تو کجا رفت. این خیلی باشد 80 بال با من بهترین است. میشود. دخترم این ورقه را گرفته بر رفیقانه تقسیم کن. بینه کنی بینید در کجا خطا کردید اما آرام نشسته خوانید. فهمیدید؟ تو در ورق سفید چه خیلی نازنین می‌کنی؟ چه خیلی کنم من؟ در هیجانم. به جای کارش رفته در آنجا تکلیفی خانه‌داری کنم چی بود؟ نمیبندم یگان گردنبند. دوستای افلاس چیزی دیگر نیافتید که دزدید؟ گردنبندی دوست داشتم تو فکر درا دزدید. دیگر بایبرین نیست. ولی تماشابینان گرامی ما با خبر دزدیدن بزرگی رسید. از موزه گردنبند بیزنس رو دو شخص گردنبندی که در عصر 11 به شاه دختر تعلق داشت دزدیده بودن و حالا هم یافت نشده است. پلیس در تحقیقات این عملیات است. این گردنبندی من است. حالا از پس دو شخصی نقابدار. باورم نمی آید زیو تو گردنبندی که از آثار خانه دزدیده ای به من هدیه کردی. با سخرات چه خیلی تکلیفی خانه داری کنم من؟ باید تا شام یگان چاره عجیبه یابم. ورقه را بیاری. چه خیلی گردنبندی دزدیده ات رو به من توفه کردی زیو. کنی بینیم به این سوال چه خیلی جواب میدهی؟ همه چیز آماده است. پگاه هر دوی آنها رو خانه دار میکنیم. این شب شبیه نوبندی است. آمادگی دیده ایستاده. او اینقدر چکان هستی آچه جان. آچه جان گفتی؟ های سمی من به تو چند بار گفتم. بخشش آچه جان بخشش. این مراتبه اجازت نمیدیم که هیچ چیز نقشه هایمون را برباد دهد. مکتوب آماده است. مکتوب گفتی؟ گویا اما که اکرم جانم شخصا با دستی خودش مکتوب نوشته رازیگیش رو برای خانه داری داده است. تو یک تا هستی سمی. با خدا شیطان صد مکر کند شاگردی تو هست. باز از پس چی باشنده؟ ای برادر بیانگه زورو کی تکلیف خانه داری میکنی؟ امشب کن یک سورپریز کنم ببینیم چی میشود. این میشه؟ ها. ای راستی؟ بله. تو میدونی من چقدر انتظار بودم اوشی نهارتا. اینا شیره گوش کن کلاس. بعد از مردن کنعان از من شود بانو جان. شوکت تو از این خیل گپ های بیمعنی ابلهانت خسته نمیشوی؟ خیلی چو کنم زنم میفوره. اوف شوکت اوف. مردی تو زیو مردی. انا اومد سازی احمد از سلکی من اومد. کنی بشین شو دختر؟ بیا بشین کنی. الان اینجا قرار بشین سما جان. الان بشین تا پیش بشین.
шевхо اینجا بیا چی میگوی؟ بچه بیا گپ دارم میام من از میام شیرینکی شوکت تو شما رو در اینجا نگاه بین کن من به خانه زنی که شما رو در نزد امنیت گذاشته بود میروم میل شوکت زن گفتی؟ اون زن مادری شما نیست مگر؟ من حدیثه رو به تو نگفته بودم چرا نگفته بودی؟ گوش کن مرا اون زن مادری سومن نبوده است نبوده است؟ بله گوش کن اون زن دوگانه مادری سومن بوده است مادرش در کجا بوده است؟ مادرش مرده است مرده؟ این مردک زنی تبگی من با واسطه اون زن کی بودنی پدری سومن را میفهمم پدری سومن رو میشناخته است؟ البته میشناسم انشاءالله پدرش رو مییابی انشاءالله مادرش نباشد شوکت من باید به دست روم خیر تا باز مایلش برادرم رو برای درس خیر تا بازدید لیو نمیشه که سومن پگه بیاری امروز یک کاری مهم دارم همین کنعان کشتن در کار تو چه میگوی شیخ خان این چی به اون است از برای خودم مگر ما نگفته بودیم که سومن رو یک جای کلان میکنیم فراموش کردیم اکنون مثل کودک از لفظت میگردی پدر دخترک رو میابم میگویم سروغای زن رو که در نزد امنیت این دختر رو پرتاب طرف پیدا کردم باز با تو چی گویم من بیسواد تمام لیوا من امروز سومن رو نگاه میکنم کنعان دیوونه رو پگاه میکشم مشکلی نیست نه دیگه تمام مایلش برادر سومن جان تو در اینجا با ما که شوکت بازی کرده شیرینه که من یک کاری مهم دارم رفته حل میکنم در حال میآیم میلش مادرم هم همین خیلی گفته بودم که پلیس اما رفتم برنگشت اگر شما هم که پلیس نآید من چیکار میکنم مگر این خیلی میشود دختر جانم من تو رو تنها نمیگذارم پروا نکن من کارم رو تمام کرده در حال میآیم میلش سومن جان اما که شوکت چیکار میکند اینجا بین من اینجایم اگر کوری لیو نآید جای کارش رو میدونیم رفته او رو مییابیم یک جای رفته او رو مییابیم خیلی البته تو از پس کارت شو سومن با من است من نگاه میکنم این دخترچه برای تماند من تو رو یاد کردم تلفن رو جواب دیم میآیم لبای تمام سومن جان من این چای ها رو دیهم در حال می آیم میلش از اینجا باز نخیزی در حال می آیم میلش امک شوکت این قدر امک شوکت رو زیبا میگویی مرم برای انا این طرف بیارید بچه ها انا با اینجا گذارید بیا جانم بیا اوه چقدر آهسته کار میکنی زودتر کار کن تمام ای سمی جان با آنها کی خبر میدهیم همه آماده است ولی خبر ندارند آنها رو به حال خود گذاریم خونه دار نمیشوند برای همین کار را سر کردم در کار چقدر سر میکنیم به من واگذار امشب حل میکنم خیر میبینیم من برای تو نقشه خونه داری میکشم برای من گردن بندی دزدیدت رو هدیه میکنی دروغهای گفتت رو از بینیت کشیدن نگیرم نامم رو میگردانم امک شوکت نآمد من دلگیر شدم چیکار کنم دخترک تو هم مثل من دلگیر شدی امک شوکت گفت که در اینجا مرا منتظر شوید اما من دلگیر شدم رفتم تورها را کشاده مانید میلش کنی بینیم اینجا چی خبر است؟ مادر شما اینجا چی کار کرده ایستاده؟ شبیه هینابندی زهرا است برای همین آمادگی میبینیم جانم چی بندی؟ هینابندی جانم هینابندی کنی بینم چی خیل شد؟ همهاش را به قفا کشیدی همین خیل نه؟ ای آفرین بسیار بسیار زیبا کرده ایست اینجاش این خیل شود شبیه هینابندی دارد
سومان 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 جان سومان خواهرم در اینجا یک دخترکی خورد بود او رو ندیدی؟ نه ندیدم. بچه ها در اینجا یک دخترکی مویزر بود شما او رو ندیدید؟ نه ندیدم. کجا رو نگاه میکنه شما ای؟ انیق ندیدین؟ سومان جان گوش که برادر در اینجا یک دخترکی مایده ندیدی؟ دخترها در همین جا یکان دخترکی خورده که ندیده شما؟ نه جناب ندیده. سومان در همینجا یکان دختری مایدک ندیدی؟ چی؟ دختر چه؟ خورد رو ندیدی؟ آرام شو شاگرد چی ها میگویی ها؟ دختر چه؟ خورد ندیدی؟ خورد که خورد؟ چی خورد رو ندیدم؟ دخترچه خورد رو دیدم گفتنی؟ نه این رو چی شده باشد؟ سومان بخشیش دوستاز سومان. بله بچه ها در دین ما جایگاه عائله بسیار مهم است چون که آدمی که به جمعیت فایدهش رسد و کودکایش مهر و محبت را در داخل عائله می آموزند. همین خیلی؟ برای همین عائله آبا تو اینجا چیکار میکنی سومان؟ ممکن است ما هم درس را گوش کنیم؟ استاد جان بسیار شیرین بوده است. دختر شماست؟ نه دختر من است؟ یا خدا دخترم من خاندار نیستم از کجا دختر دارم؟ کنی به نزد اپهایت گذشته شین؟ بیا گذر. خدایا لعنت به شوکت. کنیشه شاهزاده من. با خدا اینجا بوده است. بهار اصلی گل. در خونه نیستین چی مگر؟ خانم بهار ایستید. خانم بهار ایستید. باید تاجیلا صحبت کنیم. ایستید لطفا. من باید روم کاری ضرور دارم. ببینم همه چیزی میدونستم رو با شما نقل کردم. نه وجدان انسانی نقل نکردید. اگر درباره پدر سومان معلومات مفصل دهید من پدر سومان رو گفته میتوانم. گوش کنید حتی نام او رو باید ندارم گفته بودم. غیر از این دیگر با این کارها خودم رو سرگردان کردن نمیخوام. نپرسید دیگر هیچ چیز رو نمیدونم. خانم بهار گفتید که پدرش رو بینم میشناسم. یک لحظه صبر کنید. من پلیس هستم. مجبور هستید که با من صحبت کنید. یک گوسفند رقمو تا گرفتم. ولی بهش شما هم عائله برپا میکنید میتونه فرزنددار میشوید. آنها را مثل گوهرک چشمی پرورید. برای به کمال رسیدنشان همه چیز را دریغ نمیدارید. خودتان را حفلق میکنید برای آن که فرزندانتان بزرگ شوند. انا برای همین جایگاه عائله در دین ما بسیار مهم است. عائله نباشد کودک‌ها از کجا پیدا میشوند؟ طفلکان به پدر و مادری که آنها را دوستداری میکنند خرسند میشوند مگر؟ برادر چی شده؟ سومان گم شد. چی؟ سومان گم شد. خدا من را لعنت کند. من این را اکنون چخیل بله و میفهمونم برادر. در حقیقت لعنت کند. سلامت باشی کله. چه ها میگوی؟ چخیل گم شده است؟ این همه خیل گم شده که همه جا را کفتم نیافتم. دختر انا اینجاست دیوان. دخترم؟
تو در اینجا چیکار میکنی؟ من در اینجا هستم مامک شوکت. من اینجا هستم مامک شوکت. دیدم که اینجا هستی. اینجا چیکار میکنی؟ همراه اپام درس خونده ایستاده. با خدا طبقه کفم کرکل است. ای شوکت، یک کودک را نگاه کردن نمیتوانی؟ نشان میدهم. این زن کجا شده باشده؟ سومان جان هم مرا یاد کرده است. خوب ترش من روم بگاه برگردم البته، یا اینکه رسمی این زن رو با امنیت دیم فرمانی کفتکاب برارم. نه این چه خیلی فرمانی کفتکاب میدیم که این زن جنایتکار است. مگر انتظار میشم. سلام علیکم. علیکم سلام. بخشش کسی رو دیدن میخواهید؟ نه من اینجا منتظر خانم بهار هستم. اینجا میشینم. ولی او دیروز از اینجا کوچید. این خیلی میشود مگر کمتر پیش با تاکسی سوار شده رفت؟ برای گرفتن اشیاءهایش آمده بود. با کجا؟ جای رفتنیش میدونی؟ نمیدونم، میگویند که به دیگر شهر کوچیده است. به دیگر شهر کوچیده بوده است؟ من دیگر این زن رو چه خیلی میابم. اگر چیپتا گرفته باشد او را در امنیت میابم. البته روز بخیر سینن. اپای زهرا کجا است وای معلم درس دینتون؟ استاد احمد خودش. بله. با چی احوال گرفتار شدم؟ بخشش میپرسم خاله جان، خونه اجری مؤذن کجاست؟ تشکر زیاد. سومن جان دیگر گم نشو، قربانت شوم. دیوانه شدم. گم شدنت رو به امکی چهارچشمت نگوی. میلش؟ نه امکی شوکت، سومن گم نشد. آخر درسیم با آدابانه درس رو گوش کرد. از راستی از راستی؟ ای جانی من قربانی تو شیرینم. درس رو گوش کردی؟ قربانی تو شوم. مثلا آمد ینگه زهرا شوکت بگریز از اینجا. تو چی کار کرده ایستاده یا؟ زیاد تو این کارا چه خیلی به من رفا دیدی یا؟ زهرا چه خیلی سورپریزی خوب شد که تو آمدی. لابا کی رو میپرسید؟ خانم سنم؟ تو دیوانه هستی؟ تو چه خیلی کارا کردی گپ زن؟ زهرا کودک از عیب میشود. در نزد کودک این خیلی گفتن فلان. چی شده باشد؟ یا اینکه فهمید که گردنبند دزدی است؟ سومان جان دردونه من تو اینجا چی کار میکنی؟ امکی پلیس رو انتظارم. بله امکی پلیس رو انتظار است. این خیلی باشد وای کنیم. تو در نزد امکی شوکت امکی پلیست رو منتظر شد میشم؟ نه خوبترش هیچ کجا نرود. اینجا منتظر شود به هیچ کجا نرود. این خیلی میکنیم. سومان رفته در نزد امکی شوکت منتظر میشود میلش؟ نه باوری ناک نیست. یعنی باز گم میشود. خوبترش اینجا یک جای منتظر میشم. هم خیلی تو هم اینجا بشین یک تایم میلش. من در دالان منتظر میشم. تو هم به اونجا بیا. تنها بیا. میلش. تنها بیا. خاموش باش زنک. معلم جان چرا این دختر شما را جمع کرد؟ به خدا نمیدونم سومن جان چرا عصبی شده باشد. رفته میفهمیم. خدا نگهبانت باشه برادر. احوالت بده. کودک را گیر و خاموش باش. برای کار برادر. بای دستت را جمع. لابای خانم سنم چیزی گفتنی هستید؟ من یک سوال داشتم. در درون صحبت کردم که نیست؟ چرا در درون؟
این موضوع رو در کوچه گپ زدن نمیشود. جایز نیست. نفهمیدم؟ ببخشید با یک خانم نامحرم در خانه تنها صحبت کردن جایز نیست. چی گفتن یاسین؟ جایز نیست وگرنه با جان و دل. خوب جناب اجری، چه خیلی که خواهد شما چیزی پرسیدنی بودید؟ مرحمت بپرسید. من به فقیرهای این محله صدقه دادن میخواهم. چی خیلی که شما در امر معروفتون گفته بودید صدقه رو پنهان کرده دادن لازم. راست میگویی، راست. خواهش میکنم شما این پول رو به فقیران و بینوایان محله پنهانی تقسیم کرده میتوانید. میخواهم که ثوابش برای رحمت بیبی هم بخشیده شود. تمام خانم سنم، خدا قبول کند، من تقسیم میکنم. خیر، خدا روز باشه. جناب هجری، مدامی که به درون در آمدنم جایز نیست، این خیلی باشد رفته در یگون کافه شینیم. به شما دیگر چیزها رو گپ زدن میخواهم. بخشش خانم سنم، من کمتر کار دارم. اکه کنون مرا با دیگر دخترها شناس کردنی است، با اونجا رفتنم در کار. چی؟ دیگر دخترها گفتی؟ بله دیگر دخترها. من کمتر کار دارم، باید امر معروف آماده کنم. میلش خیر، روزت بخیر. اما اجازت نمیدهم که با کسی خانه‌دار شوی هجری. با هیچ کس. اول تو اومده به زیر پای من میافتی، بعد رفته به دیگری خانه‌دار میشوی. حالا میبینی گردن بندی که دوزیده اون رو چه خیل با من میدهی زیاد؟ تو مگر بی عقل شده؟ مگر این خیل میشود عزیزم؟ خطاگیر شده است. خب دیگر به من دروغ نگو زیاد. زهرا راستش را میگویم، این خیل نکردم. لطفا این خیل گپ نزن. بین حالا هم این کارو میکنه دی؟ گردن بند از موزه دزدیده شده است، در اخبار دیدم. کی دزدیده است؟ البته که تو. گردنبند را از موزه ندزدیدم، از طلا فروش خریدم میگویم. حالا هم دروغ گفته ایستاده. گوش کن زهرا، تو این گپا رو گفته دلم رو میشکنی. شکر کن که سرت رو نشکستم. گوش کن زهرا، شوکت هم در نزدم بود. باور نکنی از شوکت پرس. یا خدایا چقدر شاهدی باوری ناگیافته بر اومدی. کور شاهدی کار شده است. خدا نگاه دارده. چی؟ یا که گردن بندم را تو دزدیده زیا؟ نفری که با تو بود یا از نام بود؟ از حد گذراندی زهرا، این خیل نگو از برای خدا. البته گردن بندی که از موزه دزدیدی با من قضیه کردی و باز از من دزدیدی. تو کمی آرام شو، از راستی خوب نیستی، صبر کن. زیا زهرا، زیا وقتی که جناب اکرم می آید کالتا کیلاس و زهرا خانه‌دار هستند. اکنون اماکی اکرم در توی من و میلیس اشتراک میکنه. گویا میلیس تو رو قبول کرده است. ای بس مادر جان، این خیل گپ نزنید اکو. میلیس رو دوست میدارم. مادر جان، اوچا جان گفته میگردی، عقلت نمیگیرد. ها نمیگیرد. خیر چیزی نباشد، امشب هینو بندی است. پگاه نیکو نماینده عقد نیکو رو دعوت کردم. این خیل باشد پگاه غالیبیت رو اعلان میکنیم. غیر امکان است. چی شد؟ فراموش کردم که دوگانه های زهرا رو به شب هینو بندی دعوت کنم. اوف سرا ببینه. شب هینو بندی به دختر میشود مگر؟ من به همشون زنگ میزنم، تو پروا نکن. تمام زنگ بزن. اوف از هیجان چیکار کردنم رو نمیدونم. دخترها چی خیل شد؟ جواب ده. چرا؟ گردن بند رو دزدیده به من هدیه کردی، بعدن از من دزدیدی. زهرا گوش کن، این خیلی گپ نزن که بعد باز بسیار پشیمان میشوی. من تو رو باور کرده بودم زیاد. بین زهرا، من به تو نگفته بودم که مثل همون گردن بند میخرم برایت. هنه ببین، بگیرین هنیم. کنی بیا. خوب شد که مانند همان گردن بند گرفتم وگرنه محو می شدم. دانستم باور نمی کنی، چک را نیز گرفتم. این همان چک. اوه بسیار قیمت بود است. کمی قیمت. امیدوارم که اینش را نیز گم نمی کنی. کمی با دقت باش. مرا فریب نمیدی، خیر نیزی. زهرا، چرا دختری رو که خانه‌دار می شوم فریب دهم؟ چرا این خیلی دیوانگی کنم؟ ها؟ چیزی دیگری هم گرفتم از طلا فروش. چی گرفتی؟ باید سورپرایز میکردم اما زهرا، با من خانه‌دار میشه؟ بله
و علیکم سلام. شما نزدی چه پیریکو؟ شده چی در اینجا این خیلی زیخ ششته؟ آخه ما رو همین نبیرت زی کرده. بخیر ایگون رفیقای نه این خیلی نه. او همون بعدی ختم مکتبی میونه. خب او باید یگان جا داخل شود کو. البته. انا وای اومدو. همون بله که مرکز ملی تستی معین کرده بود او رو صاحب شدن نتوانست. یعنی که سوادش کمتره ها؟ سسته. با میدونی چی بگه؟ من دکتر میشم. خیلی اوقا مشکلی نبوده. چه مشکل نیست؟ من مرکز آموزشی بهادور. имконияти фароғ баҳри расидан ба орзуи табиб шудан. Пас ту дар дили худ чунин орзу дорӣ? Таваҷҷӯҳ зоҳир намо. Маркази омӯзишии баҳодур курси 9 моҳаи омӯзиширо барои омода намудани довталабони кластери 5-уми маркази миллии тестӣ ба роҳ мондааст. Дар марказ устодони бо таҷриба дарс гуфта муваффақтарин таҷрибаҳоро меомӯзонанд. ҳамзамон курсҳои кӯтоҳмуддати омӯзиширо аз рӯи забони русӣ, англисӣ ва олмонӣ ба роҳ мондааст. маълумоти бештар бо телефонҳои 939 0808 13 907 00 80 81 987 18 88 94 суроға кӯчаи Асадулло Ғуломов 31 каср 3 дар назди донишкадаи ҳарбӣ. эй мутрибо чанг безан аҳди ду гул баста шавад ду гули тоза бо ҳам ояду гул даста шавад биравад нағмаву оҳанги ту бар авҷи фалак зуҳраву моҳ ба рақс ояду зин хаста шавад. бано назоре соқи май биёре пур кун ҳама ҷомам дар фасли баҳор ёруме бано назоре соқи май биёре пур кун ҳама ҷомам дар фасли баҳор ёруме باشد دایی گر کوزه گران خاکی منو کوزه کنن آن کوزه پر از شرابه باشد دایی بنا نظاره ساقی مای بیاره پر کن همه جامم در فصل بهار یارومه بنا نظاره ساقی مای بیاره پر کن همه جامم در فصل بهار یارومه شکر و لل لبانت شکر است از خنده ای تو قند و اصل میرزد بنا نظاره ساقی مای بیاره پر کن همه جامم در فصل بهار یارومه بنا نظاره ساقی مای بیاره پر کن همه جامم در فصل بهار یارومه سیه نرمه نرمه سیه توبه توبه سیه نرمه نرمه سیه توبه توبه سیه مهربانه سیه خیلی جونه سیه مهربانه سیه خیلی جونه سیه نرمه نرمه سیه توبه توبه سیه نرمه نرمه سیه توبه 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 سیه توبه توبه سیه نرمه نرمه سیه توبه توبه سیه مهربانه سیه خیلی جانه سیه قهرمانه سیه قهرمانه سیه نرمه نرمه سیه توبه توبه سیه نرمه نرمه سیه توبه توبه توبه
خاطرش عزیز سیه نو مشتری ربا سیه خاطرش عزیز سیه نو مشتری ربا سیه نرمه نرمه سیه توبه توبه سیه نرمه نرمه سیه توبه توبه سیه نازی نازی عجب نیازی سیه نازی نازی عجب نیازی سیه نرمه نرمه سیه توبه توبه سیه نرمه نرمه سیه توبه 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 گردم شمارم گردم شمارم گردم شمارم ناز شمارم قهر شمارم درد شمارم ناز شمارم گردم شمارم گردم شمارم ناز شمارم قهر شمارم درد شمارم ناز شمارم مینا ای مینا مینا ای مینا مینا چشمک خیره ناز بغیلا بودیت مارا مینا بغیلا ای مینا مینا ای مینا مینا چشمک خیره ناز بغیلا بودیت مارا مینا بغیلا مینا بغیلا مینا بغیلا زم 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 Kajake abrushne shikajmas Chikanam absus madli madmas Kajake abrushne shikajmas Chikanam absus madli madmas Zum 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 شست چور شست کردی منو زکات بنده کردی 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 نگاهی نازنی دانا دانا منو زکات بنده کردی شست چور شست کردی منو زکات بنده کردی تنم نگر بودن نستو نگردم سلام را گره بودم با خنجری تست منو زکات بنده کردی شست کردی منو زکات بنده کردی بخو جام بزنم گیره بگردم منو زکات بنده کردی شست کردی منو زکات بنده کردی منو زکات بنده کردی منو چشمکات بنده کردی منو بخانکات بنده کردی شست چور شست کردی منو زکات بنده کردی شست چور شست کردی منو زکات بنده کردی من سلسلمو ابرکمو تو من جان مطلبی اومده پیسیتا بدی میری تو دارم تمنای نگارم برای دیدن دنی تیزورم اگر در کشم جان بسپرم برای دیدن دنی تیزورم اگر در کشم جان بسپرم من سلسلمو ابرکمو منزو نظر کن مانمو چیخه بما گذر کن بدی میری تو دارم تمنای نگاهم همان عاشقی زارم